سرکه رو بریز رو سیاهدانه، صبح ناشتا یه قاشق ازش بخور، تمام بیماری ها تو درمان میکنه. یک کاسه بردار، به اندازه 1 مشت سیاهدانه بریز داخل کاسه، روشو سرکه طبیعی سیب بریز جوری که روی سیاهدانه رو بپوشونه. 4 روز بذار یه گوشه بمونه تا خوب سرکه به خورده سیاهدانه بره. بعد از روز 4م هر روز صبح ازش یه قاشق چایخوری استفاده کن تا 3 هفته. بیا با هم بررسی کنیم چه اتفاقات عجیبی توی بدنت میفته. مثل همیشه لایک یادت نره. توی هفته اول تمامی مشکلاتی که مربوط به گوارشتونه برطرف میشه. نفخ، رفلاکس، یبوست شدید، ترش کردن، ریزش ناگهانی آب دهان روی بالش و خستگی و کسلی بدون دلیل رو میتونه توی هفته اول از بین ببره. توی هفته دوم مشکلات مربوط به مو رو میتونه برطرف کنه. نازکی مو، ریزش ناگهانی مو، سفیدی تار مو. توی هفته سوم تمام دردهای بدنتون رو میتونه برطرف کنه. افرادی که حتی توی تابستان نمیتونن زیر باد کولر بشینن، بدنشون نسبت به سرما و رطوبت حساسه، دردهای شدید مفصلی دارن، مفاصلشون خیلی خشکه، حتما باید از این ترکیب فوق‌العاده استفاده کنن. نکات تکمیلی، طریقه خاص مصرف، منع مصرف و زمان مصرفش رو به صورت مفصل داخل دایرکتتون میفرستم که برای همیشه داشته باشید و این ترکیب فوق‌العاده رو استفاده کنید. فقط کافیه پیج رو فالو کنید و کلمه سیاهدانه رو کامنت کنید. این ویدیو رو برای همه دوستانتون بفرستید چون متاسفانه اکثر مردم ما درگیر این علائمی که خدمت رو عرض کردم شدن.